салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог ва ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тавоев. дар видеоролики имрӯз дӯстон дар бораи шахсоне гап мезанем ки гӯё ки онҳо ба худашон суперсила дошта бошанд. шумо ба ин бовар мекунед ё ин ки на? аммо ман ба ин бовар намекунам. видеоро тамошо мекунем дӯстон ва фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария менависем. با اون باشد ویدیورولiki imzo را سر میکنیم دوستان. رفتیم. ویدیو یکم با کامرای چورنیبلی کامرا کرده شده است و این پارکوفکای ماشین ها می باشد. چقدر که ما دست دادیم یک شخص با سدکه خود به نزد ماشینش آمده ایستاده است. چرا که دست دادیم وقتی که او سدکه رو به زمین میموند به نزد او یک چیزی خیلی هم عجایب میآید. و این چی است؟ همه در حیرت موند و همه ماشین ها سیگنالیزاسیون میزنند. اما این مرد میترسد و میگردد نگاه میکند و میگوید این چی بود؟ در این ویدیو باشد با یک دختر یک چیزی خیلی هم عجایب با مثل آدم برای گرفتن یک اشیا از جای بلندی یاری میرسوند. اما وقتی که این شخص با این دختر یاری میدهد در پشت او یک رسم بود و این رسمش جلو میدهد و این شخص باز یک دختر دیگر را در همین مغازه نجات میدهد. اما عجایبیش در اون است که در این وقت هم رسمی در پشت بوده او جلو میدهد. در این کادرها چیزهای به نوار گرفته شده است که با این باور کردنش دشوار است. در لب ساحل دو شخص میگشتند اما آنها با کامera یک چیزی را به نوار گرفتند که خیلی هم عجایب بود و فیگورش هم نوتکرار بود. این را خوب دیدن نمیشود که این چی است، اما با فکرم این آدم است. لایک باور کردنش دشوار است. شما چی فکر دارید دوستان؟ این حقانی است یا اینکه مانتاژ؟ فکرای خود را حتما در کامنتاریا نویسید. از این کامera معلوم میشود که این زن میخواهد از یک طرف راه به دیگر طرفش گذرد. چرا که دست دادید این دختر از پیش یک ماشین میگذرد اما ماشین دیگرش باشد با این میرسد، اما این دختر از اینجا نابود میشود و از دیگر طرف راه پیدا میشود. اگر خوشتون کنیم دوستان، گویا که از بری او یک چیزی آمده او را گرفت و از راه یعنی کرد و در باره این ویدیورولیک چیزی نگفتند و ما باید که خودمون فکر کنیم که این چی بود. در این آفیس یگان کس زیق نمی شود. در اینجا همه وقت خورسندی میکنند. چرا که دست دادیم دو شخص در باره کاری خود با هم سخن میرونند و بعد از چند یک دختر با یاری قوه خودش تلفنش که در روی میز بود او را جنبانده ایستاده است. و اصلا بزه باش این است دوستان که این کامera ها آواز را ضبط نمیکنند و برای همین ما نمیفهمیم که آنها در باره چی سخن رانده ایستاده است. لیک همه کارگران آنها از این کاری این در حیرت موندند. و این پسر این تلفن را اول میسنجد، میبیند که همه جایش ساز است و او بعد این تلفن را میگیرد. شما چگونه فکر میکنید دوستان؟ این مونتاژ است یا اینکه این دختر در حقیقت همین گونه قوه دارد؟ و با همین ویدیو را که به انجام رسید دوستان، در تگ ویدیو حتما کامنتار نویسید تا که ویدیوی ما بالا بخیزد و ما باشد ویدیو رولیک های نوبتی رو جالبتر گردونیم. با همین ویدیو رولیک که به انجام رسید دوستان، خیر تا ویدیوی آینده در پناه الله باشید.